با نام خدا و عرض سلام احترام خدمت شما دوستای نازنین. خوشحالم که یک روز دیگری فرا رسید که در خدمت شما باشیم از کانال هراتبورگ. دوستای نازنین، کانال هراتبورگ دنبال کنیم، سابسکرایب کنیم، لایک کنیم، شیر کنیم. امروز آمدیم به ایدگاه سیاوشان که این مربوط به عروسولی گذره میشه، خجمت کنج جهان. اگر شنیده باشیم از شما خواهشمندیم که همراه ما باشیم، میرین که اینجا دکاندارا و بساتدارا و بالاخره گوشتگیران فکر کنم هستم. بخیر باشیم. خوبیم برارمه؟ بسیار خوشحالیم. زنده باشیم. عید شما مبارک. عید شما مبارک. سلامت باشیم. نام شریف شما؟ فیروز احمدم. خب فیروز احمد جان از کجا هستین؟ از اوبرده از زکرباس. منطقه شما رو اوبرده؟ ولی فرار شدیم شما؟ فرار شدیم، بیامدیم. بسیار خوب. اینجا به چی کار آمدین؟ اینجا بیامدیم به میله. خب بسیار خوب. نماز عید را همینجا ادا کردیم؟ به مسجد جامع شریف. خدای پاک قبول کنه. بسیار خوب. امروز روز اول عید هم هست، گپ بزنید که مردم چی رقم شما میبینیم؟ مردم والله خوب خوشحالم. بسیار خوب. حتما 100%. خود شما اشته؟ شکر خوشحالم. خب ماه مبارک رمضان به خوبی تیر شد؟ شکر الحمدلله. تشکر از شما. انال که به خیر خوشی با خونه بریم. حتما اولاد چیزی هم داریم. خوب درسته؟ و زن ندارم شکر. خب مجردین؟ خدای پاک برای شما بده. گپ بزنید که به برارا خورد خو یا همشیرا خورد ایدی هم میدیم؟ 100%. خب من نیت شما چندیه؟ خورتکا 100 روپیه، کلونا 300 400 هر کدام به اندازه. از اجی آقا شما بگرفتیم ایدی؟ هنوز خونه. والدم ندادم؟ نه باشه با خونه بریم. خونه دیگه برده. بسیار خوب. خوشحال شدیم. چاشت میمون ما نمیشیم. سلامت باشیم. سلام، عید شما مبارک. عید شما مبارک. ساعت شما خوبه برارم؟ جان شما جوره؟ زنده باشیم. گپ بزنید که چند ساعت میشه آمدیم شما به میله؟ ما نماز که خوندیم بیامدیم میله. خب آخه اینجا نماز عید خونده میشه. همینجا خوندیم یا با مسجد ها؟ نه به میله چه ایدگاه. بسیار خوب. گپ بزنید که واس مردم امسال چی رقم میبینیم؟ خوب رقم میبینیم. خیلی هم شاد هستم. بله از اینکه اقتصاد که ضعیفتر هم بشده. بله. خب حال امروز اول عیده. گپ بزنید که به اولادا چند ایدی داده؟ به اولادا اون چیزی که خدا هست بدادیم دیگه، هرچی که نتوانم به طرف خواهم بدادیم میدی؟ بله. بیشتر به بچه‌ها دادیم یا به زنا؟ برابر دادیم. خب انال گپ بزنید که 30 روز یا 29 روز روزه داشتم. بله. مادر بچه‌ها شما. حنال که از اینجا بریم شما کو نوش جان کردیم، هر چیزی شکم خورسیر کردیم. بله. به زنا فرمایشی چی میبریم؟ به زنا هر چی بسونه اون است چرخ میگه ساده بچه‌ها هم بیاوریم میله میبریم. یعنی همون زمیستونی که به سه چرخ بار میکنیم ها؟ دیگه. کی کم بستونه؟ بله و همه چیز است. بسیار خوب. خود شما از کدوم منطقه؟ خود ما از سیاوشان. از کدوم محل؟ محل صادقا. بسیار خوب. خب بازم دوباره برای شما عید تبریک میگم. زنده باشین. موفق باشیم. چاشت برین خود شما. برین خود ما. بینندای عزیز سهر چاشت خاطر خوب دوغا یخیه اینا میگم شو ببرین، میفهمن که ما نمیریم. شو برین. قربان خدمت. سلامت باشین. همراه ما باشین. نازنین، بازم در کنار دو تا از جوانایی که اینجا یک سکیلیه که نمیفهم این چی رقم سکیلیه، ما که ندیدیم تا حالا شکل جیتیه. اول لالا جان برای شما تبریک میگیم عیده. شکرم چنه. قربان شما، خدا شفای بده. دست شما به می روزا عید دست از اینا شد. بله به ایران
چرا تازه پس؟ تازه خب اینا 3-4 روز میشه. 3-4 روز ایرانی به معرفت زدم این چند وقت پیش. ایرانی به همین جنجالا که میگم. خیر باشه خیر گپ نیه دیگه روز عید به دل خو نگیریم. خب از کجا هستی؟ از گذره خب از کدوم محله؟ محله دشت. ماشاءالله پس نزدیکم به جمله سیاوشون میشه دیگه. محله دشت اینجا. جمله سیاوشون میشه. خب ماه مبارک رمضان چی رقم تیر شد؟ هوا گرم بود. خدا را شکر خوب بود، کم استراحت هم کردیم، کم تعطیلات دادیم، کم هم بگرفتیم. ولی کاروبار شما چیه؟ بیکاری. خب الهی شکر بازم که بیکار هستیم. مصرفیات خیلی نداریم. این موتور توضیح بدیم که خدای نکرده یک جامعه حادثه شده. ولی پیش خود شما دست برادرم بود ولی خب این آسیب به خود اینا که نرسیده. نه خدا را شکر خوب شد. الهی شکر. قیمت از این چنده؟ 2 لک هست. 2 لک افغانی. خب به 2 لک افغانی بهترین موتور میدم به شما. او بهتر نبود. نه هر که عشق داره دیگه مستقل تر. این از این موتورایی که غیق میکشه از اونایه. کمک کن. حقیقته. بسیار خود دوستا به افتخار لاله یک چک چک بریم. خب حال به خاطری که دولختای مزاحم شما نمیشیم اگر نه دوستا خوش داشتم که شما یک پرشی میدادین که یک موتور یک قیقی میکشید که میفهمیدم افغانستان هم یک چیزی داره. بله جور و صحتمند باشید. خیر باشه. بخیر باشید. خدا شفای. دوستان نازنین ما داخل میله زیارت جام چه سیاوشون آمدیم که اینجا منطقه خوجا محمد کنج جهان برادر آقای محمدی وکیل احمد محمدی چی عبیبی وکیل احمد عبیبی که می فروش دو نمایندگی دارم، یک که به دروازه خشک یک هم به دم جاده مخابرات. لالا مونده نباشید. سلام لالا جان، اشتاق هستم. خوشحال هستیم. خیریه؟ کاری بکنید که میام نسوزه. نام شریف شما؟ نصیر احمد عیبی. بسیار خوب بسیار خوب. شما را مو شهر سیر نکه کباب یمنیم بمیله. برو نفع خاله پول خاله. کیلو چند میدیم می؟ 300. به شهر به چندیه؟ 2.5 ساعت. اینجا کارا میخوره دیگه. راست میگیم بسیار گازم کو بسیار بسیار. بیننده های عزیز جا شما خیلی خیلیه. واقعیت میت یک می اینا پخته کردن که نام خدا اعمال بالای 200 نفر به لیست است بر نوبت استادیان که تا اینجا می پخته شه که اینا بخرم ببرم. خب از صبح چند کیلو فروختین؟ 200 کیلو. خدای پاک برکت بده. مزاحم شما نمیشیم. اگه چاش تا خود ما میبینید شما بفرمایید. ما به دل جمعی میایم به می فروش. خیلی هر ساعت ما نوکر شما. خیلی شما برار مانه. ماشاءالله واقعیت همیشه می پخته میکنن که ارزشی داره. شاید 50 بساط می فروشی اینجا باشه منتها باز اینا چیزی هست که همین مردم دیم و به اینجا هم سطیری خوب پخته میکنم. هر کدوم 2 کیلو باور کنیم اینا خورده میشه. از می یا به رنگ اینا معلومه که خوشمزه است. نازنین بازم داخل ملجاد خوج محمد کنج جهان که مربوط به اورسولی گذره میشه سیاوشون.
لالا جان سلام. سلام لالا خوبه؟ ساعت شما خوبه؟ جان شما عید شما مبارک. خدا مبارک کنه، شما مبارک. زنده باشیم. چند ساعت میشه به این میله آماده؟ ما تقریبا 1 ساعت میشه آمدیم لالا گل. خب از صبح کجا بدیم؟ از صبح نظام آباد. خونه شما اونجاست؟ بله. خب مردم چی رقم میبینیم؟ از اینکه اقتصاد ضعیف، پول هم کمه، وقت مردم یه بار تردد میکنه. والله خدا را شکر کارام ریمی غریری خدا را شکر. از او به بعد نمیگم از پینک وای ناب. نه خوبه خدا را شکر. و رقم بازم بیتر اول ما روز کم ضعیف داشتیم امروز خوب تر تازه معلوم میشه. بسیار خوب. بله. شما چند روز روزه بخوردین؟ یعنی هیچی نخوردیم کلا میگرفته. الهی شکر الهی شکر. بسیار خوب. خب خونه داریم یا مجرد؟ مجرده. خب بسیار خوب. انال که بریم به نماز عید بخونیم به خونه بریم اول دستا کیر بوس میکنیم. دستا کیا؟ خب برادیو. مادر. خب برادر کلون هم شاید داشته باشه. یعنی نداره. خب خدا شما رو کلون کنه. اگر خواسته باشیم به طفلا ایدی بدیم اول به برارا خورده خو میدیم یا به همشیرا خورد؟ دیگه خوردام میدیم که اول به خوردام میدیم خورده بیتره بعد هم به کلونا تعامل اینا بیشتره خورده هر دلای اینا نازکه. خب خورده. خب ما کو 1 ساعت این جستان چرا ندادیم اگه ما کو خوردیم؟ با شما میدم فرصت حداقل بچا اینا با کلانتر آیا اینا خب مثلا دل اینا نازکتر اگه ایدی بدیم به ما چند نمیده؟ هر چی دل شما مست باشه. ما دل ما کمای هر چی داریم بدیم به ما. 5 روپیه 10 روپیه 5 روپیه بریم باسکیل 5 روپیه بدیم باسکیل خود پنچری گیریم تا به سرا شما رو ببره. دل باشه جور باشه. یارو خوشحال سلامت باشه. لالا جان سلام. سلام علیکم. جورم بخیر. ساعت شما خوبه؟ عید شما مبارک. عید شما مبارک. زنده باشیم. قربان. سلامت باشین. نام شریف شما؟ اسمم زین الدین برارم. خب از کجا هستین؟ از ولایت هراتیم. از لوسولی از نی شیشتیم برارم. خب از شهر. بله. خب اینجا میته که معلوم میشه من لباسا شما قصاب. برارم. خب اینجا گاو آوردین گوسفند؟ نه می گوار بکشتیم کلا پاچای را میفروشیم برارم. خب با این گوشتا بجام که نه؟ بجام قصاب برارم. شما بجام شما نی؟ نه ما سلاخیم برارم. خب با چری امونا رو برای از اونو نداد؟ نه دیگه گوشت میفروشیم و کلا پاچر میفروشیم برارم. بسیار خوب. چند تا گاو از صبح کشتین؟ از صبح 2 تا برارم. خب چند کیلو بود تقریبا؟ 400 کیلویی میشه در 2 تا. نام خدا. به فروش برفته؟ دیگه هر چی که نصیب باشه میشه. بله. از اینکه گوشتا تازه هم است امروز کشتیم کیلو چند نمیدن؟ 350 روپیه برارم. خب گوساله؟ بله گوساله. خب گوسفند به چندیه؟ به 4.5 ساعته. 100 روپیه فرق. بله. خب امروز مردمی که میایم بیشتر مردم غریبم اینجا وقتی که شما میام گوشت بخرم یا کلا پاچه بخرم چری اینا شما چی رقم میبینی؟ ما خوشحالی میبینی خوشم مردم. شما هم هستین؟ بله چرا خوش نباشیم ما امنا که خوش باشم ما هم خوشیم برارم. بسیار خوب زنده باشیم. تشکر. بعضا دوستا البته بیشتر بیننده ما از کشورها خارجه. شما فعلا بیننده هستم. دوست رفیقی اگر داره میتونیم تبریکی عید بدیم. تبریکی به واسطه هموطنا و هر جایی که هستم تیارا خوشحال باشم عید خوب خوشی سپری کنم. قربان شما. تشکر. قربان شما. سلامت باشین. بخیر باشین. قربان شما. دوستای نازنین به خاطر از اینکه دوستا خیلی شلوغ کردم ما ناگزیریم به اینجا با شما خداحافظی کنیم. خدا کنه که امروز این برنامه لذت کافی برده باشیم. منطقه سیاوشان بود خواجه محمد کنج جهان که اینجا بسیار به روزای عید
ملای کلون میشه، گوشتگیری میشه. تقریبا شاید بالای 20,000 نفر اینجا تشریف بیارم. نماز عید هم اینجا خونده میشه. البته معذرت دوستا که ما صبح نماز عید به زیارت جا بودیم که نشد از اینجا بیاییم. خدا قبول کنه اینجا نماز خوندیم و آمدیم باز به اینجا. تا به فردا شب شما به الله پاک بسپارین. خدا حافظ و نگهدارش.